لاگین میگیم، لاگین میشیم با یوزر پویازون. بعد از اینکه با یوزر پویازون لاگین شدیم دوستا، اینا موتر پویازون نشان میده که در موقعیت شرکت پویازون استاد است. رنگ موتر ما فعلا در این اپلیکیشن سیاه نشان میده، یعنی که آفلاین شده جی پی اس ما. زمانی که آفلاین نباشه رنگ موتر ما را سرخ نشان میده، زمانی که در حرکت باشه رنگ موتر ما را سبز نشان میده. خب این رقم یک اپلیکیشن بسیار فوق العاده است. میایم در بخش اول که مورد استفاده بیشتر مشتری می باشه، بخش ستینگ. این علامه ستینگ که هست در قسمت راست بالا، از اینجا موتر شما خاموش میشه از طریق موبایل. از طریق موبایل قسم خاموش میشه که اینجا میریم کات آف اویل میگیم، اوکی، موتر مستقیم میره خاموش میشه. در این حال دوباره میگیم رستور اویل، اوکی، دوباره موتر ما شما میتونه چالان شود. در غیر از تا زمانی که رستور اویل نگفتین و شما کات آف کرده باشین دیگه موتر شما چالان شدنی نیست. دیگه آپشنش هست آرم یعنی در حالت اضطراری موترتان قرار میگیره، دیسارم یعنی در حالت آزاد قرار میگیره، دیوایس اینفورمیشن معلومات جی پی اس شما رو به شما ارائه میکنه و پسورد چنج. از اینجا شما میتونین پسوردتون رو تغییر بدین. میم در بخش دیگه که قسمت بالا دست چپ میشه و 3 دانه خط داره، یعنی این میشه بسیار گپای دیگه هم است. هیستوریکال راوت به شما تاریخچه موترتون نشان میده که چقدر جایا را موتر شما رفته و کدام جایا را رفته. تمامش با شما چی میکنه؟ پلی میکنه. من مثلا میگیرم سرچ میکنم که موترم امروز جای رفته نرفته، یه جای نرفته. دیروز میبینم که کدام جای رفته، بله یا دیروز موترم تایمی موتر شویی رفته. اینو میبینیم که موتر ما چی رقم حرکت کرده. ببینید در حالت حرکت این سبز میباشه، وقتی میای سرخ میشه، ایجا استارت که میشه. وقتی دوباره یک چند دقیقه تیر میشه سرش فعلا سیاه، یعنی آفلاین شد، بیخی استراحت شد جی پی اسش. این حالا به این شکل چی میکنه؟ با شما موترتان موقعیتش نشان میده و مسیر پیموده شده شه. ای از دوباره میتونین از اینجا عقب بیارین، از اینجا میتونین سرعتش زیاد و کم بکنین. درسته؟ اسپیدش ای زیاد کم میکنه، ای پیش پس میبره موترتان، هم ریکارد هم ای طرف میاره و پیش هم میبره. دوستای عزیز دیگه کاستوم تاریخ بگیریم. تاریخ کاستوم به این معنی است که هر تاریخ را که بندازیم 20 روز پیش 30 روز پیش موتر ما کدام جایی که گشته و ما شما چی میکنه نشان میده. میایم در بخش دیگه جیوفنس، یعنی بر استفاده کمپ ها است که معمولا در کمپ هایی که بعض موترها مربوط کمپ می باشن یا جیوفنس میتونه که از کمپ موتر خارج کرده کسی نتونه. دوستای عزیز میایم در بخش دیگه که مانیتور است. در بخش مانیتور مستقیم شما را بالای موترتان میبره وقت شما مانیتور میگین. پس از اینجا بریم ای چارج مربوط کمپانی مو میشه که وقت شما فیس ندین یا بتین اینجا اگر فیس نداده باشین فیس جی پی اس باز با شما علامه سرخ نشان میده. این بخش مسیج با شما موترتون مسیج روان میکنه از طریق جی پی اس شما براتون مسیج روان میکنه. بخش ریپورت که بسیار یک بخش مهم است، در این نشان میده که شما در فلانی روز یا نه هر تاریخ را که بندازین در این تاریخ موتر شما چند کیلومتر گشت و گذار کرده. و در پارکینگ ریپورت که است به شما نشان میده که چند توقف کرده و چند دقیقه در یک جای توقف کرده موتر شما، اون را به شما نشان میده. از این جمله برای میایم در بخش یوزر اینفورمیشن. یوزر اینفورمیشن معلومات شخص خود شما است. در اینجا که جی پی اس و دیوایس مربوط تان می باشه، مثلا پای از اون جی پی اس است، شماره تماس ماست، آدرس کمپانی ما در اینجا ذکر شدگی است. این رقم آدرس کمپانی، آدرس های شما در اینجا ذکر می باشه. میایم در بخش ستینگ، الارم ستینگ یعنی میتونیم از اینجا ما شما بعضی صداهای مسیج ها و بعضی نوتیفیکیشن هایی که به ما روان میکنه اینا را خاموش و روشن بکنیم از اینجا. درسته دوستای عزیز؟ لاگ اوت ما را چی میکنه؟ از اپلیکیشن خارج میکنه. بسیار زیاد تشکر از توجهتان. همچنان اگر ما در صفحه نخست اپلیکیشن خود باشیم، یعنی هوم پیج باشیم، باز ما از اینجا لیست میتونیم ما 3-4 موتر که داشته باشیم میتونیم از هر کدامش سلکت کنیم، انتخاب بکنیم. بعد از اون در این هوم به ما موتر نشان میده موقعیتشه و میایم از اینجا مسیجا رو در اینجا براتون نشان میده، در صفحه هوم نشان میده. از اینجا ماین کاست معلومات خودتان نشان میده. دوباره پس در هوم میریم، از اینجا ساتلایت مپ میره و دوباره به گوگل مپ میره. ساتلایت مپ، گوگل مپ. از اینجا با لوکیشن جی پی اس موتر شما رو چی میکنه؟ در گوگل مپ نشان میده، به شکل لینک نشان میده. شما میتونید این لینک با بعض دوستایتون شریک کنین که موقعیت خود همراه کس شیر بسازین.
از این میتونین استفاده بکنین. میم در این بخش ای خود رفرش میکنه این بخش. این نزیچه ما شما میتونیم فاصله بین خود و موتر خود تعیین بکنیم. از این طریق میتونیم اسکرین خود جور بکنیم که یک طرف نقشه ما رفته باشه. این علامه را که بزنیم دوباره سنتر میه و این علامه فاصله بین ما و موتر ما را چی میکنه نشان میده. اینو ببینین اگه علامه را ما آف میکنم فاصله ما را نشان نمیده، اگه آن میکنم فاصله ما را نشان میده. درست است؟ تشکر بسیار زیاد از توجهتون. خدا کنه این ویدیو مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اگر سوالات داشتین میتونین به ما شماره تماس شرکت ما تماس بگیرین و ما به شما جواب میتیم. اگر واتساپ هم بکنین جواب میتیم. اگر تماس مستقیم هم بگیرین